دانشگاه البیرونی. البیرونی یکی از برترین دانشگاه‌های افغانستان، دقیقاً در 64 کیلومتری شهر کابل در ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا موقعیت دارد. این دانشگاه به سال 1377 هجری شمسی توسط حکومت آن وقت با تشکیل 4 دانشکده طب معالجوی، انجینری، تعلیم و تربیه و اقتصاد با شعار برتری در تحصیلات افغانستان تأسیس شد. دانشگاه البیرونی از سال 1392 هجری شمسی بدین سو با اضافت 5 دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات، زبان و ادبیات، شرعیات، حقوق و علوم سیاسی و پوهنځی زراعت با 32 دپارتمنت های مختلف به فعالیتش ادامه می دهد. این دانشگاه با داشتن بیش از 5000 دانشجو در دانشکده های نوگانه و 147 کادر علمی یکی از برترین و پرجمعیت ترین دانشگاه های دولتی در سطح کشور می باشد. همچنان افزون بر این دانشگاه از زمان تأسیس تا اکنون بیش از 1000 دانشجویان را از مناطق دوردست کشور در خوابگاه‌های دولتی جا داده است و در عرصه تحصیل این دانشجویان توجه جدی دارد. طی یک بررسی و نظارت هیئت تحصیلات عالی کشور در سال 1398 این دانشگاه را نیازمند خوابگاه منظم و مزیت از حد متوسط دانست. کار ساخت خوابگاه و مزیت طی افتتاحیه هیئت رهبری تحصیلات و دانشگاه البیرونی آغاز گردید و در سال 1400 کار اعمار مسجد تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. اما متاسفانه ساخت خوابگاه به دلایل مختلف تا اکنون تکمیل نگردیده و هیچ اقدامی از طرف مسئولین برای تکمیل کار آن صورت نگرفته است. بیشتر دانشجویان این پانتون از اثر نبود خوابگاه معیاری، ترک تحصیل و عده دیگر در خوابگاه‌های شخصی مسکون گردیده‌اند. اکنون سال 1402 دانشگاه البیرونی با ریاست وقایت الله وقار حنیفی و هیئت رهبریش به فعالیت ادامه می‌دهد.